کردم تو جون منو نجات دادی. خرچنگ بابا، من فقط وظیفه‌مو انجام دادم. و حالا باب اسفنجی، من کاریو میکنم که باید 6 روز پیش انجامش میدادم پسر گلم. جناب بختاپوس بیا اینجا ببینم. من فکر میکنم همه میدونیم که چه کسی شایستگی زدن این کارتو به سینش داره. من دیگه نمیتونم قبول بکنم قربان. فقط سایتسه باب اسفنجیه. همتون یه لحظه صبر کنید. یه چیزی هست که باید اول بهتون بگم، فقط نمیدونم از کجا باید شروع کنم. من فکر کنم بدونم چیه. بعد از تحولی که در تغییر سرنوشت زندگیت انجام شد، حالا تو واقعا فهمیدی که اون چیزی که میخواستی دیگه نمیخوای. اون چیزی که تو واقعا میخوای همیشه در درونت وجود داشته. بشین میریم ما. اسکل توی نه من فقط میخواستم حالتو بگیرم. آخرش هم گرفتم، هم اینو هم حالتو.